وقتتون خوش. یاران کردوار از این دسته و از این قماش گفته ها رو بارها در میدیاهای مختلف از زبان کسانی که خود را ایرانی میدانند و مینامند شنیدند. مثلا کسی بود به نام آقای جمشید چالنگی در صدای آمریکا وقتی برنامه تفسیر خبر رو شروع می کردن، سلامی از بلندی های تفتان تا کوههای شاهو به این مردم سرزمین کردوار تحت نام ایرانی می فرستادند. ما امروز در دیوت امروز من پاسخی به حجمه های 200 ساله گذشته توسط نظام سلطه که بر این سرزمین ما مستقر شد و توانست ماهیت و هویت مردم را از مردم بزداید و نظام کورپوریتی خود را بر جوامع ما مستقر بکند و سرزمین بزرگ کردوار را به 4 کورپوریشن ایرانی، ترکی، عراقی و سوری تقسیم بکند. به خاطر اینکه ما بتوانیم آنچه را که اینها به نام عقل ناقص در وجود مردمان این سرزمین به جای گذاشتند صحیح بکنیم و نکات تناقض رو بشمریم، با یک سری از این افاضات و از این دسته افاضات برخورد میکنیم و طرح میکنیم که جهان کردی به چه صورتی بود و اصولا کرد به کی میگن. این دامنه و دلیل این که ما به زبان یدیش فارسی، زبان یهود ساخته فارسی، از زبان مکاتبه‌ای گورانی سرزمین کردوار صحبت میکنیم، به این خاطر که از سیستان تا قوچان تا آمل تا ماکو و تا اهواز بدانند چه بر این سرزمین و چه بر این مردم رفته است. ببینید، بهرام مشیری، این آقا لور هستن، سخنانی در باب مقابله با هویت خواهی، به قول خودشان قومیت خواهی اقوام ایرانی مطرح کردن که من اینها رو پاسخ میدم. این دستاویزی می شود برای ورود ما به این قضیه. داستان به قدری گسترده است که بالاخره بایستی از جایی آغاز کرد و از جایی پاسخ داد. آقای بهرام مشیری در یکی از این برنامه‌های تلویزیون ماهواره‌ای لس آنجلسیشون یک سری افاضات مطرح کردن. ما اینها رو بررسی میکنیم. میگه من دلم میخواد سر کوه بشم، این ارزش‌های قبیله من بهترین عالی‌ترین آقا مثل ما دیگه نیست، زبان شیرین ما به چه زبانی داریم. میگه آقا ببینید که مثلث، زبان ببینید که مثلث یک فضلئی که مجموع زبان طرف نداره، این تو زبانش نداره. من میگم این زبان ما زبان بهشتی از آسمان اومده. خب این بی عقلی قبیلگیه دیگه. خود مثلا به این تنبونای ما چه تنبونایی داریم؟ وقتی پاشاشو میبندیم بیخی کمرم محکم میکنیم 5 من خربوزه میشیم تو تنبوناش رو نصف شب فرار کنیم. این خیلی چیز عالیه. این از اینه. اصلا دنیا باید از ما یاد بگیرن تنبون. ما که ایرانی نیستیم، ما ایران بیشترم خب آقا میزن کوها باشیم، بوز و اینا داریم، وقتی هم نداریم بالاخره از یکی میگیریم. خب آقای بهرام مشیری مخاطبشان امت کردی بود. ایشان گفتن که ما کوها رو دوست داریم، به به چه کوهایی داریم، به به چه زبان شیرینی داریم، از بهشت آمده است و این زبان توان نامیدن مثلث رو نداره و اضلاع مثلث رو نداره و اینکه ما دوست داریم در این کوههای خودمون بز داشته باشیم، بزم نداشته باشیم از یکی دیگه میگیریم. به ما چه تنبونه قشنگی داریم، این تنبونه اگه پاچشو بگیرن بالاشو بگیرن 8-9 تا خربزه توش جا میشه. خب این علمان هایی بود که کورپوریشن ایرانی برای معرفی کردن انسان کردی به کار برده بود. چه زبانی به نام زبان کردی و علمان
پوشش، تحت نام پوشش کردی. ببینید کلمات ملی، کردی، فارسی، ترکی کلمات مصنوع دوران جدید نظام کورپوریتی هستند. به همین خاطر ما میخوایم اینها رو و این موضوع ها رو مشخص بکنیم و مطرح بکنیم. ببینید آقای بهرام مشیری، ما زبانی به نام زبان کردی نداریم. برای اثبات این موضوع ما این مقوله رو بررسی میکنیم. همان گونه که زبان فارسی، آنچه که شما بهش میگید فارسی، یک زبان یهود ساخته است که سوار بر این کورپوریشن شد و این زبان رو با دزدیدن مصطلحات دنیای انتزاعی گورانی ساختند. ببینید از سیستان تا مازندران، تا خراسان، تا دیاربکر، تا حلب، تا موصل، تا بغداد، مردمان این سرزمین وقتی به زبان مادری خود صحبت می‌کردند، زندگی روزمره خود را ادامه می‌دادند و مایحتاج خود را تهیه می‌کردند. اما به محضی وارد دنیای تفکر می‌شدند و مصطلحات دنیای انتزاع را می‌خواستند، مصطلحات دیگری داشتند. برای اثبات این موضوع ببینید زبانی که شما امروز فارسی می‌نامید زبانی است که هیچ کسی زندگی اجتماعی و روزمره‌ای با او نداشته است. هیچ قومی، هیچ مردمی، هیچ ملتی، هیچ عشیره‌ای با این زبان نزیسته است. اما توجه بفرمایید، یک بلوچ، یک مازنی، یک گیلکی، یک جاف، یک مکری، یک اورامی، یک لور، یک لک در حوزه زبان بومی خود تمامی کلماتشون با هم مشترکه. این در فارسی هم موجوده. مثلا شیر شیره، دوغ دوغ دو، کشک کشکه، بز بزه، بزن، گوسفند، کاور، پز، ران یکیه، کل. تمام آنچه که مردم برای زراعت، کشاورزی، امور روزمره خودشون میخواستند بین تمام زبانهای مادری این مردم مشترکه، با یک سری تغییرات آوایی به خاطر فاصله جغرافیایی. شما در زبان فارسی به شیر چیز دیگری نمیگویی، به کشک چیز دیگری نمیگویی، در صورتی که هیچ قبیله‌ای، هیچ عشیره‌ای، هیچ ملتی به نام فارس زیست اجتماعی نداشته که گله داری بکنه، که محصولات لبنی داشته باشه. محصولات لبنی رو لبن عربیه، محصول عربیه، اینها رو تبدیل کرده باشه به مشتقات مختلفی و برای اینها نام گذاشته باشه. به همین خاطر کشکه. توجه می‌فرمایید. شما برید بلوچستان هم همونه، شما برید مازندران هم همونه، شما بیایید اینجایی که شما قومی اتنیکی کردی بینامید همونه و شما برای اینها کلمات دیگری ندارید. پس مردمان، اونهایی که اهل تفکر نبودند، اهل دنیای اندیشه نبودند، سواد خواندن و نوشتن یا رسم و خطی را نمیدانستند، تمامی واژگان مورد استفاده زندگی روزمرهشان شبیه همه، مثل همه. آنگاه وقتی وارد دنیای انتزاع و دنیای تفکر میشیم، مصطلحات گورانی است، مال متخصصین، مال دانایان است. زبان گورانی یعنی زبان دانایان. گوران یعنی گویران، آنکه گویا میراند.
که همان گوی چوگان باشد که دانایی را میراند. با کشتن و مفقود الاثر کردن زبان گورانی، زبان یدیش یهود ساخته جمعیت یهودی متمرکز در شهرهای سرزمین کردوار توانست زبان فارسی بسازد. اول دفعه شد دری رو عوض کردن شد فارسی شد پرشن و این شد مبنای هویت کورپوریشن ایرانی. به خاطر اینکه زبان فارسی نمود پیدا بکند و ملتی حول این زبان بسازن، میبایستی ما بقیه مردمان رو هم در حیطه زبانی تقسیم بندی میکردن. مثلا بلوچ زبان نیست، هویت بلوچی، تعریف بلوچ از زبان نمی آید. مازنی و همچنین، گیلکی و همچنین، ویژه‌ای و همچنین، لری و همچنین نمی آید. ولی اینها آمدند و چیزی به نام زبان ساختند. مثلا زبان کردی. این زبان کردی موجودیت نداشت تا اینکه شخصی به نام فاسوم، یک میسیونر از آمریکا، اصلا یهودی آلمانی، آمدن در سال 1909 در منطقه موکریان در شهر مهاباد اقدام به تأسیس مدارس میسیونری کردند و در این مدارس میسیونری اینها سعی کردند که زبانی به نام کردی بسازند. آنچه که امروز بهش میگن زبان کردی و شما حکومت حلیم کردستان عراق رو دارید میبینید ازش استفاده میکنه، زبان ساخته شده فاسومیه. فاسوم برای این گرامر می نویسه و تاریخ هزاران ساله تفکر و اندیشه مردمان این سرزمین توسط قوم مجهول الهویه فارسی به تاراج و به انحراف میره. حالا ما میگیم جهان مردمان سرزمین ما چه شکلی است. آنچه که شما گزارش میدهی یهود ساخته است و آنچه که ما میگویی متعلق به این سرزمین کردوار است چه شکلی است. پس اگر وارد مقوله زبان بشیم، شما خواهید فهمید ما زبانی به نام فارسی نداریم. با این زبان فارسی هیچ کسی زندگی نکرده، کار و فعالیت اجتماعی نداشته، غم و آلام و درد و مصیبت نداشته، پرسه نداشته. شما فاتحه خوانی دارید با این زبان، شما مراسم سوگواری ندارید با این زبان، در صورتی که آقای مشیری و امثال آقای مشیری ها به توایف پدری خود بازگردید، شما مراسم تکمیل پرسه دارید. از انواع و اقسام تئاترها و نمایش‌های دست جمعی و تظاهرات اجتماعی سوگ و ماتم مردم. این مردم مردمان کردی هستند. کردی هم خصلت تنبون نیست آقای مشیری. کردی زبان نیست آقای مشیری. تا شما این زبان رو به یغما برده باشی در این گستره جغرافیایی، شما برای هیچ کدام از اندامهای بدنتان در این زبان فارسی لغتی متفاوت ما بقیه به کار نمیبرید. شما حتی در مورد اندامهای جنسی و تناسلی چیزی ندارید. شما برای معقد در آنچه این عربی بود در زبان فارسی است که و نون به کار میبرید که به زبان مادری مردمان کردی این سرزمین یعنی سوراخ. اما شما به سوراخ گوش نمیگید که ونه گوش یعنی کون گوش. شما نمیگید این که ونه رو از کجا آوردید به این معقد دادید. یعنی چه؟ کن یعنی سوراخ. به زبان لکی، لری، به زبانهای مادری این مردمان. آنچه که شما فکر میکنید این زبان توانایی علمی دارد، تمام جبر و مثلثات و شیمی و هر آنچه که شما میدانید به زبان عربی است.
و اگر واژگان تکنیکی عربی را از این زبان یدیش خارج بکنید، زبان کلن الکنه. مصطلحات انتزاعی جهان کردی را بیرون بکشید، الکنه. ببینید امثال آقای مشیری، کسانی که هویت باخته اید، کسانی که مأموران دولت یهود آنوسی ایرانی هستید و می‌خواهید این سیستم رو در راستای نابودی مردمان کردی و انسان کردی حفظ بکنید. آدمی در زندگی فیزیکی و مادی خودش در این سرزمین کردوار با زبان مادری خودش آنچه که مایحتاج روزانه خود رو باش برآورده میکنه، از خواب مادی و جسمی بیدار که میشه، یا لخو حلصید یا لخو تیت. اما وقتی قضیه به یک با خبر شدن و بیدار شدن معنوی و فکری و انتزاعی میرسه، طرف بیدار میشه. لذا شما در این ادبیات، در فرهنگ عامه و فرهنگ اورال مردم، شو بیداران داری. اینا فرق میکنن با اون کسایی که نمیخوابن. این خواب انتزاعیه، این بیداری انتزاعیه. به همین خاطر شما مثلا بیداری رو بردن، یهودی ها آوردن اینجا، دیگه هیچ کلمه دیگه ندارن. وقت شما برای این بیداری در دنیای انتزاع چه کلمه دیگه دارید؟ خب من از خواب بیدار شدم، این خواب فیزیکیه، مال جسم مادی منه. اما اگر ذهن من بخواد بیدار بشه، چه کلمه‌ای دارید که تفاوت بکنه؟ چون ما از خواب حلاسین، از خواب تین. ولی وقتی میخوایم از خواب اندیشه، از این سکون ناگهان متحول بشیم، بیدار میشیم، بیدار میشیم. توجه کردید؟ لذا آنچه که شما تحت این هویت کورپوریشنی ساختید، یک دزدی است با ساختن یک زبان الکن که اگر مصطلحات دنیای مدرن را ازش بگیری هیچ کارکردی نداره. آنچه که شما امروز فکر میکنید این زبان یدیش ساخته توانایی داره، دلیلش وجود مؤسسات مدرنه. یعنی این که ما بالاخره یک زندگی داشتیم تحت تعریف خود من. ببینید آقای مشیری، شار زور به معنای شهرهای اروپایی و سیتی های اروپایی امروزی نیست که مال دوران مدرنه. به معنای گستره یک حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. شار زور مجموعه پراکنده از اجتماعات بشری است که دامنه آن تا اصفهان می رود و از این بر تا موصل ادامه دارد. من الان به اینها برمیگردم که سیستم این کردوار چه شکلی بود، جهان کردی چه شکلی بود و شما چیها رو دزدیدید و یهود چه کار کرده است. بعد روایت کورش یهودی دنیای انقیاد و بردگی و بندگی را می آورد، در مقابل جهان کردی قرار می دهد و جهان کردی دیگری نظام سلطه می شود. چه بلوچ، چه عراکین، چه کرمانی، چه مازنی، چه خراسانی، چه موصلی، چه بغدادی، چه حلبی، چه دیاربکری، تمام اینها زیست جهان کردی کردن و انسان کردی بودن. به همین خاطر از شما میبینید در این سرزمین مردمان دچار سرگشتگی عجیبی شدن در این جعل تاریخی که شما کردید. پس امثال مشیری بدانند اصرار شما در حجمه و حمله، اینی که شما فکر میکنید سیستماتیک شروع به ساختن لطیفه، تخریب و حمله به لر، گیلکی، مازنی، کرد کردید به خاطر اینکه اونها رو تقلیل بدید به زبان، تقلیل بدید به لباس و از اونها یک سری المانهای هویتی بسازید تا این کورپوریشن ایرانی شما مستقر بشود و این ایرانیت بنیاد و بنیانگذاری بشود. شما باید پاسخگو باشید که این قوم فارس زیست اجتماعیش به چه صورت بوده.
شما بایستی بیایید گزارش بدید اینها چرا سوگواری ندارن، چرا شادی ندارن. مثلا عروس عربیه، شما به زماوند و گووند میگید عروسی. یعنی هیچ کسی به این زبانی که شما فارسی میگید ازدواج نکرده. ازدواج عربیه، عروسی عربیه. توجه میکنید؟ در صورتی که مردمان سرزمین ما زماوند کردن، گووند کردن، شایی کردند. بعد بوک داریم، زاوا داریم، خسوران داریم. اوکی، با این زبان ها زندگی اجتماعی شده. خسوران یعنی فامیل های، یعنی mother in law، father in law، brother in law. اوکی، این با این زبانی یدیش فارسی موجود نیست. اینی که شما رفتید مش پوتیتو را آوردید کردید پوره سیب زمینی از فرانسه، دقیق همان کلمه را آوردید، این دال بر این مطلب نیست که زبان فارسی موجود بوده. ببینید آقای مشیری، ما در همین سرزمین کردوار یه مشت ترک داریم که میخوان بگن ما تمدن ترکی داریم، ترکای استانبولی. شما برید سراغ خوراک اینها، اکثریت خوراکی که اینها گزارش میدن که ترکیه و دال بر تمدن عظیم ترکیه یک اینگریدینس خیلی مهم داره. اون چیه؟ اون گوجه فرنگیه، تومیتو. گوجه فرنگی و تومیتو عمرش به 200 سال در این سرزمین نمیرسه. ببین علی نازک، اتسوته، تمامی کباب ها و گوشتایی که اینها از کردوار دزدیدن یک اینگریدینس نداشته باشه شما غذای ترکی نداری. اون تمات است، اون تومیتوه، نداره. و این به شما میگه که چه اتفاقی افتاده در این سرزمین، چه جعلی شده از این سرزمین. به همین خاطر تاریخ رو از خوراک بررسی میکنن، زندگی اجتماعی مردم، نه از ترهاتی که شما تحت نام کتاب میخوانید که هیچ سندی ندارد. ببینید در همین زبان یدیش آقای مشیری و امثال مشیری، کسی میخواد خبر بده از این که گوش کن مشیری تو لوری و میفهمی من چی میگم. من این رو به زبان جافی میگم. میگه امشو لروروی دلکی ناشادم، دوست دول ولاد کود کسی یادم. امشو لروروی، امشب از رو. شما وقتی داره یک مصیبت بزرگی بر شما وارد میشه و کسی رو از دست میدید به رو میافتید. مثلا رولا یعنی فرزند، رو که از بین رفته، از بین میره. خب دل وقتی بیقرار میشه چه شکلی میشه؟ رو میکنه. دل قبل از ذهن، قبل از بدن شروع میکنه و خبر میده از یک اتفاق به انسان. امشو لروروی، این دل به بیقراری افتاده، به رو افتاده. حالا شما مصطلح برابر این رو در زبان فارسی یدیش چی میگید؟ میگید دلم شور میزنه، دلم به شور افتاد. شور به معنای شوری نمک نیست، مزه نیست، به معنای دستگاه موسیقی شوره. درست آقای مشیری؟ شما به من بگید این تقسیم بندی دستگاه های موسیقی خانقایی به نام فارسی رو کی کرد؟ در چه زمانی کرد؟ و عمر این کلمه شور به نام دستگاه موسیقی چند ساله؟ 100 سال، 150 سال. یعنی این مردم فارس 200 سال پیش در زمان این سعدی که شما میگید کلمه شور افتادن و روی دل رو نداشتن، که حالا بعد از این که یک کسی میآید دستگاه موسیقی شور را میسازد، نامگذاری میکند، مردم تازه میفهمن وقتی که اتفاقی براشون میفته و اینها خبر میگیرن از عالم غیب با یک سری المانها و احساسهای درونی، دلشون به شور میفته، دل شور میزنه. نمیگه همایون میزنه، نمیگه ابوعطا میزنه، میگه شور میزنه. توجه میکنه؟ اینا خیلی مهمه تا تو بفهمی آن زبانی که اینها بهش میگن شما آوردید این رو کوچیک کردید میگید این قومی اتنیکیه. نه، ببینید آقای مشیری،
این سرزمینی که تو داری ازش گزارش میدی به نام ایران اسمش کردواره. تمام انسانهای این سرزمین کردین، چون گزارش از جهان کردی میدند. حالا من به تک تک این موضوع ها میپردازم. ببینید، جهان کردی جهانی است با یک دوگانه اختیار و انقیاد. انسان کردی انسان مخیر است، آزادی در داشتن اختیار است، و در مقابل این و دیگری این جهان انقیاد است. تمام نظام سلطه، تمام ادیانی که آمده اند انقیادگرند، یعنی گزارشی که بر اینها سوار شده است. و دستگاه زرتشتیگری شما که ختم به ایرانیت میشه همین انقیاده. اما جهان کردی جهان اختیاره. حالا من به این مقوله میپردازم. ببینید، آنچه که بنیاد این ایرانیت کورپریتی شماست. شما یعنی کسانی از سرزمین این کردوار که نوکران یهود شده اید یا یهود آنوسی هستید و مردم نمیدانند. در این سرزمین ما حکومتی داشتیم به نام حکومت کردی که میشد دستگاه یاری. یار یعنی سیتیزن، اما یار با سیتیزن یک تفاوت داره. در دستگاه اختیاری کردی که انسان مخیر است و اختیار دارد، به یار تبدیل می شود. خیلی پیشتر از این دنیای غرب، خیلی پیشتر از مدرنیته دنیای غرب. ولی اینها سیتیزن دارند، همون چیزی که شما ترجمه کردی به شهروند. وند پسوند کردی است که شما توایف لرستان رو بیرن وند، گووند دارید. شهروند، این شهروند ترجمه سیتیزنه. این دنیای انقیاد است، انسان رو به برده، به عبد تبدیل می کند. جهان کردی، آنچه که یک بلوچ درش بود، یک لر درش بود، آنچه که یک مازنی درش بود، یک خراسانی، یک دیاربکری، یک موصلی، یک بغدادی درش بود، دنیای اختیار بود و انسان مخیر. لذا دستگاه کردی و دستگاه سلطه کردی با این داستان آغاز می شد که راپرین کردوار سربخو دورانهاش رو داره مشخص میکنه. دوران ایر دورانی است که مردمان سرزمین دانایی به دنبال شکار داناست، دانا به دنبال شکار دانایی است. یعنی وقتی بیداری میخواهد اتفاق بیفتد، احیا میخواهد اتفاق بیفتد، آنگاه دانایی به شکار دانایان میرود و دانایان نیز در پی شکار شدن توسط دانایی هستند. نماد این در سرزمین ما کله زرد، کل، بز نر کوهی، کل بهش میگن، شما هم بهش کل میگید، بلوچ هم بهش کل میگن، مازندرانی هم بهش کل میگن. این کل داناست، کل زرد نماد داناست و دانایی صیاد است که می آید او را صید کند. راپرین دو کل زرده که در مقابل دو نماد انقیاد شیر و عقاب ایستاده. در این دوران که دانایی شکار می کند دانایان را، دانایان همدیگر را پیدا می کنند و دانایان دوران بعدی را از دوران ایر که گذار می کنند به دوران اتفاق می رسند. به سراغ مردمان خود می روند و مردمان خود را در طبقه یاران دستبندی می کنند و با هم بیابس می کنند. بیابس، هم دانایان به یاران سر می سپارند، هم یاران به دانایان سر می سپارند، در اختیار مطلق، در آزادی مطلق. آنچه که شما دیدید در این سرزمین اینه. به همین خاطر آقای مشیری، تو نمیتوانی بگویی شاریار یعنی چه.
از کجا آوردی؟ شهریار را از کجا آوردی؟ یعنی چه؟ که بهش میگی شهریار، بعد میگی این یعنی پادشاه. چطور این میشود پادشاه؟ شهر یار. این یار رو از کجا آوردی؟ مال کیه؟ مجهول الهویه است. چطوری ترکیب شهر و یار میشود پادشاه اگر گزارش از دستگاه حکومتی کردی نمیدهد؟ شاریار، رامیار، شالیار، بختیار، تمامی اینها مشاغل دوران حکومت کردی است، دستگاه یاری کردی. به همین خاطر هنوز اسمهاش مانده و شماها دزدیدید، در این زبان یه دیش یهود ساخته دزدیدید. تو هیچ وقت نمیتونی جینولوژی شهریار رو به من بگی، نمیتونی بگی، هیچ وقت نمیتونی بگی. با این زبانی دیش از کجا آوردی این شهریار رو که بهش میگی پادشاه؟ از دستگاه سلطه زرتشتیت، اهورامزدا و اهریمن. این که خروجیش نمیشه شهریار، این خروجیش میشه ذل الله، میشه ذل و اهورا، میشه سایه خدا بر روی زمین. مشروعیتی که خدا به انسانی میدهد که او حکومت بکند و او پاسخگو نیست در مقابل هیچ کسی، فقط به اهورامزدا، و اهورامزدا به او این شهریاری را داده است. حالا این شهریار را از کجا آوردی؟ این که به این دستگاه اصلا نمیخوره، به این دستگاه تفکر نمیخوره. آقای مشیری، شما باید بیای این رو مشخص بکنی. این خیلی مهمه، چون تو بابت یک مصطلحی که ادعا میکنی بنیان حکومتی و سلسله پادشاهی را بنیاد نهاده‌ای و خود همین مصطلح گزارش از یک دستگاه حکومتی میکنه، این مصطلح در درون دستگاه انقیاد پادشاهی آسمان قرار نمیگیرد، نماینده خدا بر زمین قرار نمیگیرد. این اون نمیشه. توجه میفرمایید؟ پس شهریار شاه نیست، این یار شاره. شار زور، شار هورامان، شار دستگاه کردی، شار سیستان. توجه کردید؟ این اون دستگاهی بود که شما فکر کردید جهان کردی تنبون کردیه، زبان کردیه، دوق کردیه. آره، پرژن چیه؟ کوزینه، پرژن فوده، پرژن دیزرته، پرژن تنبونه، پرژن پروتکشن. ببینید، آنچه که شما پرژنش کردید و نیست و موجود نیست، برای دادن هویت به یک عده مجهول الهویه است که کورپوریشن بر سرزمین کردان ساختند. کرد خصلت است، جهان است، فلسفه است، لایف استایل است، نرم است که انسانی درش متبلور میشه. حالا من به اینجا میرسم. پس ما دیدیم اینجا آنچه که شما تحت نام ایران بزرگ فرهنگی، کسانی مثل طباطباییتون و کسانی مثل این مکتب تبریزتان به دنبال ساختن این جهان فیک یهودی و دولت یهودی هستند، میخواهند گزارش کنند از واقعیت مردمان ما این گونه نبود. مصطلحات شما در درون دستگاه فکری شما کار نمی کند. این ابزار، این واژه رو در نظام سلطه دوالیته اهریمن خدای شما، اهریمن اهورامزدای شما قرار نمیگیرد.
پاسخ نمیدهد. غلطه. شما اینو دزدیدید. شما اینو دزدیدید. یعنی کی؟ یعنی یهودیان، یعنی آنوسی هایی که این رو ساختند برای ما که بخوان این رو نابود بکنن، این سرزمین و این انسان کردی. انسان کردی و جهان کردی دیگری جهان سلطه است. دیگری جهانی است که انسان رو به برده تبدیل میکنه. جهان کردی جهان اختیار است، جهان انقیاد نیست. انسان کردی بیا و بس میکند، حتی با آنکه بهش خدا میگه. رفتاری کاملا منطقی دارد، بدهکارش نیست، گناهکار نیست، گناه ازلی ندارد. پس تا این دقیقه ما فهمیدیم کرد زبان نیست، تنبونم نیست، رقصم نیست، قوم هم نیست. کرد خصلتی است که به مردمان کردوار در دستگاه کردی گفتند و این شامل امت کردی می شود، از کنارهای عمان، تمام بلوچستان تا کنارهای دریای سیاه و مدیترانه. آنچه که شما به عنوان دولت یهود خواستید. ببینید آقای مشیری و امثال آقای مشیری، دولت اسرائیل دولت قوم بنی اسرائیل است. شما باید از خودتون سوال بکنید، قوم بنی اسرائیل که دارای دین قومی بود و این دین در خدمت قوم بود و این قوم حکومت داشت، حکومتی به نام اسرائیل داشت. از کی به اینها گفتند یهودی؟ دیگر نگفتند بنی اسرائیلی. از کی به اینها گفتند یهودی؟ ببینید این یهودیان وقتی خواستن جهان رو بخورن، وقتی خواستن همه رو نابود بکنن، ناگهان یک جهش کردن در ساختن یک مسئله جعلی و یک روایت جعلی که امروز روایت تو و امثال توی ایرانی یهودی است. اون چیه؟ اون اینه که بالاخره این قوم اسرائیل و حکومت قومی اسرائیلی که دین در خدمتش بود و خداشون هم در خدمت قومشان بود، بعد از این که به اسارت بابل رفتن، خدای بنی اسرائیل یعنی یهوه براشان از مردمان دیگری منجی فرستاد که آنها را نجات بدهد. این مردمان وقتی از دست بابلیان نجات پیدا کردند، دیگر به سرزمین موعود خود باز نگشتند، دیگر به اورشلیم نرفتند، بلکه به درون سرزمین کردوار ما سرازیر شدند و در درون کویر شهری ساختند به نام یهودیه. برای بار اول در این دکومنتی که اینا تحت نام تاریخ و داستان تاریخ میگن، مسئله به نام یهودیت مطرح میشه. یهودیت از دین قوم دینی خارج میشه و تبدیل به دین جهانی میشه. حالا یهودیان دیگر بنی اسرائیل نیستند. خب دولت یهودی آنوسی ایرانی که بر اساس این فلسفه خروج کرده و این تاریخ خروج کرده و ظهور پیدا میکنه، دولت یهود است. ببین، اسرائیل دولت قوم بنی اسرائیله، اما این یهود حالا که از بنی اسرائیل تبدیل شده به یهود دولت میخواد. این کیه؟ این دولت کورپوریشنی ایرانه. اینه یهودی ها ساختن. اینه که این ایران مدرن از سال 1900 از 1890 میلادی مدارس الیانس یهودی در سرزمین ما مستقر میشه. میدونی حیرت میکنی کیها تو این مدارس درس خوندن؟ من برات میگم. در همین شهر سنندج که بعداً تغییر نام پیدا کرد به مدرسه اتحاد، مثلا شخصیت مذهبی به نام احمد مفتیزاده
بنیانگذار مکتب قرآن در مدرسه الیانس یهودیا درس خونده. ببین در این شهر کرمانشاه مدرسه الیانس درش جلال الدین کزازی درس خونده، این فارسی باز سرباز. توجه کردی؟ مدارس الیانس یک مشت متمایل به یهود تربیت کردن که بعداً تغییر نام داد به نام مدارس اتحاد که اینها بعداً شدن کارمندان سیستم کورپوریشن یهود جهانی. ایران دولت یهود جهانی است. به همین خاطر ما مردمان کردوار را میخواد نابود بکنه، تغییر هویت بده، تبدیل به بردگان خود بکنه، به بازوان خود بکنه برای تکمیل پروژه دولت جهانیش. دولت ایران دولت یهوده. به همین خاطر بعضی مواقع از اسرائیل از این دولت میترسه، بعضی مواقع اسرائیل میترسه، ولی یهود جهانی دولت ایران را بر اسرائیل ترجیح میدهد. به همین خاطر بعد از آمدن جمهوری اسلامی روایت شیعه یهودی کورپوریشن یهودی انحصار دشمنی با اسرائیل به دست جمهوری اسلامی ایران افتاد. نه مصر، نه اردن، نه عربستان سعودی، نه هیچ کدام، نه. ایران شیعه دین یهود. پس ما الان یک گزارش دادیم از این که ما دو دولت داریم برای یهودی‌ها، دولت قومی بنی اسرائیل و این کورش شما که تئوری دولت یهود ایرانی است، آنچه تو داری ازش امروز دفاع میکنی، امثال مشیری، امثال نخبگان قلم به دست تحت نام مردم فارسی که فقط به این زبان یدیش صحبت میکنید و این شده هویت شما بر اساس اساطیر و داستانهای یهودی کورپوریشن بر حقیقت و ماهیت سرزمینی ما وارد کردید، جهان ما را کشتید، جهان ما را نابود کردید، سیستماتیک جعل کردید، سیستماتیک دزدی کردید، تمام آثار مکتوب رو دستکاری کردید، تمام آثار مکتوب رو نابود کردید. آنچه که پسمانده هایی مانده است و متاسفانه ما دیر رسیدیم. انگار شما رگه‌ای از طلا رو در کوهی از معدن مس دنبال بکنی. در فرهنگ اورال مردم ما به دنبال کشف جهان کردی و احیای جهان کردی بودیم که از درون او جهان کردی را استخراج کردیم که گزارش میدهد از انسانهای کردی این سرزمین کردوار که 180 درجه در مقابل نظام انقیاد جهانی هستند. به همین خاطر هویت انسان کردی بایستی به صورت مطلق نابود میشد. 4 کورپوریشن ترک، فارس، عراقی و سعودی را بر این سرزمین ما حاکم کردند که ماها را از امت کردی تبدیل بکنن به ملت‌های کورپوریشنی یهودی. و این داستان تا به امروز ادامه داره. پس ما در بررسی داستان یهود ساخته زرتشتیت و کوروشبازی به دولت یهود ایرانی میرسیم. دولت انقیادگر، دولت بردپرور ایرانی که انسان کردی را تبدیل به برده می کند. اما جهان کردی انسان کردی را همان گونه کردیت به معنای سلطه‌ناپذیری در مقابل دیگری، در مقابل تسلیم نشدن، مخیر بودن و اختیار و دلاوری و یاغیگری است رو تبدیل به قوم اتنیکی کردن و برای این زبان کردی ساختن. ببینید آقای مشیری، ما امروز همینی رو که شما قومی اتنیکی میگید کرد، جاف داریم، هورامی داریم، لک داریم که با مردمان منطقه دیاربکر، با زازاک ها تفاوت لهجه مادریشان به همان میزان است که با بلوچی هست، به همان میزان است که با گیلکی هست، به همان میزان است که با مازنی هست. اما تمامی اینها
در حیطه زندگی اجتماعی قدیم خودشان همدیگر را میفهمند. در حیطه زندگی جدید مصطلحات دنیای مدرن وارد شده، دنیای مدرن، مؤسسات دنیای مدرن که از لاتین گرفته شدن، کپی دولت ها و کورپوریشن های اروپایی هستند و به اینجا وارد شدن که اگر جهان کردی همان گونه میماند ما اینها رو می ساختیم و مشترک هم می بود. اما ببینید، دستگاه انقیاد ادیان ابراهیمی، جودو کریستیانیتی، دستگاهشون، من کاری با پیغمبراشون ندارم، حتی این دین اسلامی که اینها با تمام قدرت سعی در انحراف و نابودیش کردند و این کار رو کردند با دستگاهی به نام دستگاه دینی اسلامی، اینها بر یک چیز استوارند: باور به خدا و به انقیاد در آمدگی در مقابل نمایندگان خدا. خب این خروجیش میشه چی؟ خروجیش میشه گناه ازلی که آدم گناه ازلی رو میکنه، گناهکاره. در مسیحیت خدا برای شستن گناه ازلی انسان در قالب انسانی تجسم پیدا میکنه، بر صلیب میره، بر سر دار میره، تا از آن به بعد انسانهایی که قدرت ایمان عملی و آزادی را و اختیار را ندارند با باور به مسیح رستگار بشوند و از گناه ازلی پاک بشوند و تمام دستگاه سلطه امورات ما بعد مرگ اینها رو کنترل میکنه تا زندگی بهشتی داشته باشن و لذا در این دنیا اونها کنترل مردم رو به دست میگیرن و مردم کافی است که به مسیح باور داشته باشند و بس. کلیسا میتواند مردم را هدایت بکند، زندگی روزمرهشون رو درست بکند، در مسیر صراط و راهی قرارشون بده که بعد از مرگ به رستگاری برسند. کار به جای رسیده که کلیسا برای اونها مشخص میکنه چی جرم هست چی جرم نیست و اونها میتونن تا چه حدی مجرم باشند و لذا دستگاه اعتراف گیری میذاره. در همین دین اسلام هیچ کسی نیامد بگه شما بایستی مثل محمد انقلابی باشید، محمدی باشید. آمدن گفتن شما با گفتن لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله شما مسلمان میشی. این همان باور مسیحیه که تو به مسیح باور بیار رستگار میشی. شما با گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مسلمان میشی. تو با قدم در وادی محمدی نمیشی، با گزارش بر باور داشتن به اینکه خدا یکیست و محمد پیامبر خداست مسلمان تبدیل میشی. ما بقیه امورات رو تو باید بدی دست مولا، مرجع تقلید، او دیگه بقیه کارها رو میکنه. تو دیگه مسلمانی، زکات میدی، سرفطره میدی، مسجد میری، مراسم حج رو انجام میدی، به انقیاد حکومت خلیفه و حکومت فلان در میای و از تو خلع مسئولیت میشه. این دستگاه در جهان کردی ما نتوانه سلطه بکنه. انسان کردی محمدی شد. انسان کردی نه دروغ گفت، نه تقیه کرد، نه سعی کرد منکرات رو دور بزنه. انسان کردی از سر عجز و گناه برای بهشت پناه به خدا نورد و بنده خدا نشد. انسان کردی با خدا بیا و بس کرد. به همین خاطر انسان کردی با خدا کاملا رابطه‌ای منطقی دارد. بدهکار خدا نیست، تضرع به درگاه خدا نمی کند، یقه خدا رو هم میگیره که ما نمونه های این رو در فرهنگ عوامانه و اورال مردم آوردیم. و این دستگاه با دستگاه یهود شیعه، با دستگاه الهیاتی تصوفی اخوانی خلیفه‌ای اسلامی
بسیار فرق می کند. اینا همه یهود ساختن، کنیسه و کلیسا ساختند آقای مشیری. پس جهان کردی تنبان نبود و تو اگر لیاقت داشته باشی یار کردی هستی. ببینید داستان شفاهی از فلسفه جهان کردی به نام لاوک زنبیل فروش در فرهنگ شفاهی و اورال انسان کردی مانده است. داستان این گونه است: لاوک زنبیل فروش، مرد زنبیل فروش، جوان زنبیل فروش، پسر میر حکاری بود، پسر امیر حکاری بود. توجه بکن، اینجا در جهان کردی لاوک زنبیل فروش در باغ عدن نیست، در آسمان نیست، فرشته نیست. دوران فرشتگی او، دوران بیخبری او، دوران غرق شدن در لذات مادی است، غرق شدن در بیخبری است. او پسر میر حکاری است. زندگیش خلاصه شده در تفریح و شکار. او شکار می کند و لذت می برد. هیچی هم از این دنیا نمی داند، نه از عالم جهان می داند. چرا؟ چون میرزاده است، چون امیرزاده است. پسر میر حکاری روزی از شکار باز می گردد و با عبرتی مواجه می شود. پای اسبش در جایی فرو می رود و از نوکران و خادمان خود می خواهد اینجا را بکنند. وقتی می کنند به 2 سنگ قبر می رسند که بر روی یک سنگ قبر نوشته است خیلی سالها و دوران گذشته است، یعنی 100 سال، 100ها سال گذشته است. او وقتی قبر رو باز میکنه و نفش میکنه با جنازه ای مواجه میشه که کفنش سالمه، سالم، دست نخورده. جنازه 100,000 ساله، 100ها ساله. کفن رو باز میکنه، میبینه جوانی 35 ساله، کاملا سالم، انگار خوابیده باشه. بر جبینش قطراتی مانند مروارید از عرق پیشانی ایستاده است. پسر میر حکاری حیرت میکند، متحول میشود، دگرگون میشود، حالش عوض میشه. اینجا ببین مشیری، انسان کردی در مواجهه با مرگ متحول نمیشه که به انقیاد در بیاد. نه، نه از ترس مرگ، نه از سزای عقبا، نه اینکه انسان میمیرد چونان بودا که تکان بخوره. چونان گیلگمش، داستان یهود ساخته گیلگمش که با مرگ رفیقش به فنا پی میبره. او با مرگ رو مواجه نمیشه. انسان کردی، انسان کردی با جاودانگی مواجه میشه و جاودانگی او را تکان میدهد، او را تکان میدهد. پسر میر حکاری باز میگرده به طرف پدر و مادرش. از حکیمان، از کسانی چونن لقمان بر سر بالین او میارن، خوب نمیشه، درد او رو تشخیص نمیدن. از فقها، از شیخها، از ملاها بر بالین او میآورند، حدیث میخوانند، روایت میکنند، قرآن میخوانند، خوب نمیشه. تا اینکه روزی 2 درویش در محضر او سوال میکنند بر تو چه رفت و او داستان آن عبرت رو نقل میکنه. دراویش به او پاسخ میدهند اون جوانی که تو دیدی که جسمش تکان نخورده بود، سالم و تعریق هم میکرد، در دوران زندگی خود با کد حلال زندگی کرده بود و کار حلال کرده بود. یعنی تلاش برای زندگی مادی کرده بود، در بیخبری نبود.
بلکه مواجه مطلق با زندگی بود، در مواجهه مطلق با زندگی مادی و از راه درست و حلالش برخورد کرده بود و به جاودانگی رسیده بود. پسر میر حکاری زندگی بیخبری دوران میری را رها میکنه و میره تبدیل میشه به زنبیل فروش، تبدیل نمیشه به چوپان، تبدیل نمیشه به نجار، تبدیل به آهنگر نمیشود، تبدیل به هیچ حرفه و شغل دیگری بجز زنبیل سازی، آن هم با بریدن نی از نیزار و دستبندی کردنشان، هماهنگ کردنشان و درست کردن ابزاری به نام زنبیل که تسهیل کننده زندگی اجتماعی است، با او رزق و روزی را، نان را حمل می کنند، مایحتاج زندگی را حمل می کنند، تداوم زندگی با او میسر می شود. که گزارش است، نی گزارش است از وجود انسان. لاوک زنبیل فروش روزی و دنیا نشد، معتکف نشد، مثل این دستگاه تصوف یهود ساخته، از مردمان نکند، به خلوت نرفت، چونان بودان نشد. لاوک زنبیل فروش روی به زندگی مادی و کار حلال آورد و زنبیل فروش شد، رفت زنبیل ساخت و زنبیل ها رو به بازار برد و هر کسی در مقابل قوتی از او زنبیلی می گرفت، در مقابل قوتی، نه پولی، از او زنبیل می گرفت. کسی به او گفت به قصر امیر برو، بسیار به زنبیل های تو احتیاج دارند و تو را خلعتی خوب می دهند. لاوک زنبیل فروش به قصر امیر رفت. زن امیر، شهبانو، بر فراز برج قلعه و کاخ، یک دل نه 1000 دل عاشق پسر میر حکاری لاوک زنبیل فروش شد. کنیزهای خودش رو فرستاد که این لاوک زنبیل فروش رو بیارن در داخل قصر. این داستان زلیخا و یوسف نیست. آنچه که جهان ادیان ابراهیمی را ساخته است تمثیل است، قصه است، قصه پیامبران، قصه موسی و سلیمان و داوود و یوسف. آنچه جهان کردی را در این داستان کردی می سازد این است. ماجرای یوسف و زلیخا نیست. لاوک زنبیل فروش می آمده است جهان را با کد حلال خود آباد کند، زندگی مادی را سازمان بدهد، دستگاه بسازد و مردمان را خبر کند، دعوت کند که قوتتان را از این میگیرید و با قوت معاوضه می کند. با خدعه شهبانو لاوک زنبیل فروش را به درون برج و بارو میبرند. برج و بارویی که 1500 پله دارد. اونجا شهبانو به او میگوید که من عاشق تو هستم و تو بایستی در اختیار من بیایی. او میگوید من زن دارم و با تو نمیتوانم ازدواج بکنم. از توبه‌دار رب جبارم، من توبه‌دار هستم. ببینید یعنی بیا و بس کردم. توبه نکرده، توبه داره، با خدا بیا و بس کرده. رب جبار، رب کریم نیست، رب بخشنده نیست، رب مهربان نیست، رب رحیم نیست، رب جبار است. اینجا وقتی این توبه داره
سر پرنسیپ هایی که آمده است این جهان را درست بکند و بر او حرکت بکند، اگر از پرنسیپ هاش خارج بشه با رب جبار طرف است، نه با رب رحیم، با رب جبار. و میگه که من نمیتونم از این بیا و بس خودم خارج بشم، چون طرف من رب جباره و من دونستم که با رب جبار این بیا و بس رو کردم و در مقابل نفسانیات خودم و انحرافات میستم. او میگه من سرتاپای تو رو بهت طلا میدم، باید در تخت من بیایی و لذت ببری. و به او میگه که تو راه فرار نداری، تمام دروازه ها رو بستم، از این برج به این بلندی فرار نداری و بایستی به تخت من بیایی. لاوک زنبیل فروش به بهانه شستشو و به بهانه وضو گرفتن و طهارت گرفتن آفتابی با خود حمل می کند که به خلوتی بر سر برج برود. لاوک زنبیل فروش وقتی به تنهایی می رسد، در صورتی که تنابی بر او آفتابش بستند که راه گریزش نباشد و بدانند به کجا رفته، برای اولین بار رو به خدا می کند. ببینید آقای مشیری و امثال مشیری ها و محصولات دنیای انقیاد یهودی و نوکران دولت یهودی، انسان تبدیل به برده شده در سیستم انقیاد زرتشتی یهودی شما سلامتی میخواد، شفا میخواد، پول میخواد، گشایش میخواد، رفع بلا میخواد. توجه میکنید؟ اما انسان کردی که مخیر بود و با خدا بر اساس اختیار بیا و بس کرد، رفتاری که با خدا میکند رفتار دو طرف دارای قرارداد است. حاجاتش برای زندگی و نیازهایی که او درش ضعف داره و آرزوست نیست، او رو به خدا می کند. لاوک زنبیل فروش رو به خدا می کند و می گوید خدایا زن و بچه‌ام را به تو سپاردم. فقط اینجا لاوک زنبیل فروش کردی مسئولیت مادی خود را به خاطر رعایت پرنسیبی که جهانی را بایستی درش زندگی می کرد و می آفرید رعایت بکند تا از بین نرود و در این راه به جاودانگی برسد، یک چیز می گوید به خدا. نمیگه خدا من رو مثل یوسف حفظ کن از این فتنه، خدا منو پاک دامن نگه دار، خدا منو از این بلا بدر کن، خدا منو حالمو خوب کن، خدا فلان کن یا کلاهبرداری بکنه. بگه کسی که نمیبینه که این اتفاق نمیفته. مثل داستان ادیپ نیست، اون کاملا خبردار است بران کاری که باش بیا و بس کرده. پس رو میکنه به خدا و نمیگه خدایا من رو حفظ کن، میگه خدایا من مسئولیت زن و بچم بر شانه هایم بود، او را به تو انتقال دادم. چرا؟ چون من در محاصره قرار گرفتم که پرینسیپ هام رو زیر پا بگذارم و تسلیم وسوسه بشم و اونها مرا به ورطه نابودی بکشند و زندگی را بکشند و جاودانگی را بکشند و من تسلیم نخواهم شد و اینجا انتخاب میکنم، من بر سر جاودانگی میمانم. رو به خدا میکند و یک چیز میگوید: شما مسئولیت فرزندان و زن و بچه من را بپذیر. و لاوک زنبیل فروش خود را از بالای برج به زیر می افکند. هنر مردن انسان کردی. و خداوند به جبرئیل می گوید: جبرئیل
به سراغ این فرد بیشک برو. جبرئیل به سراغ این فرد بیشک برو و این فرد بیشک را بر زمین نرمک بگذار که نمیرد. خدا در صفتی که به انسان کردی میدهد، به انسان مخیر کردی میدهد، بیشک است. خدا جبرئیل را مأمور می کند که لاوک زنبیل فروش را بگیرد و خودکشی تکمیل نشود، به خاطر اینکه لاوک زنبیل فروش بیشک است. بیشک در مقابل راهی که انتخاب کرده و پرینسیپ هایی که برگزیده و آن زندگی مادی که میخواسته است ترتیب بدهد. کوچکترین شبهه نداشته است در ایمانش، در عملی که در ایمانش متبلور شد. کوچکترین شکی نداشت. به خدا نگفت خدا چیکار کنم، خدا راه گریزی ندارم، مجبورم تنه به این گناه بدم، من را از این گناه نجات بده. نه، او تصمیم گرفت من اجازه نمیدهم جاودانگی را از من بگیرند، من اجازه نمیدهم رو به تباهی بروم، من اجازه نمیدهم هیچ نیروی من را به تباهی بکشاند. لذا اینجا برجسته ترین صفت انسان کردی بیشکی بود. و لاوک زنبیل فروش آسان بر زمین نشست. لاوک زنبیل فروش به خانه بازگشت. زن و کودکان رو در او کردند و گفتند کو رزق و روزی ما؟ گفت همه زنبیل ها را قصر میر گرفت و من رزق شما را به خدا دادم. و به زنش گفت برو تنور رو گرم کن. زن گفت بچه ها گرسنه‌ام، چیزی برای درست کردن نداریم. گفت من با خدا معامله کردم، قرار گذاشتم، من سبدهامو اونجا رها کردم. طعام بسیاری بر سفره اینها آمد، طعام ابدی، طعامی از بهشت آورده شده، قوتی که تضمین شده بود، نانی که دیگر تضمین شد. و زن و بچه او خوردند. اما زن میر دست از وسوسه بر نداشت، به سراغ زن زنبیل فروش آمد و هر آنچه از جواهرات داشت به او داد که در تاریکی شب بتواند به بستر لاوک زنبیل فروش بخزد و از او کام دل بگیرد. در جهان کردی آن که وسوسه را قبول نکرد مرد کردی بود. و اینجا وسوسه‌گر قدرت است، قدرت زنانه با لذایز بی پرنسیپ، لذایزی استوار بر فساد و ظلم، بر پایمال کردن زندگی. لاوک زنبیل فروش را محاصره کرده است. لاوک زنبیل فروش زن داشت، فرزندان داشت، به خدا سپرد، ولی خدا نذاشت لاوک بمیرد. بعد از این که زن زنبیل فروش با طعام ابدی روبرو شد، باز مورد وسوسه زن امیر قرار گرفت و لاوک زنبیل فروش را
این انسان کردی را که از آن او بود، او به خاطر بیا بسی که با او کرده بود نتوانسته بود تن به وسوسه زن امیر بدهد، چون هم او شوهر داشت هم این زن داشت. او معامله میکنه، زن زنبیل فروش معامله میکنه تمام جهان واقعی خودش رو با توهم و کالایی به نام زر، تمام داشته خودش رو که مال اوست از آن اوست، تمام طعام ابدی رو که دارد، در مقابل مشتی زر و وسوسه به زن امیر معامله میکنه. در تاریکی شب به بستر میخزه. زن امیر خلخال پاش رو فراموش میکنه، در نمیاره. ولی که زنبیل فروش که فکر میکنه این زنشه و باش عشق بازی میکنه، وقتی به خلخال پا میرسه میفهمه که این زن او نیست. اینجا دوباره او مثل اودیپ برخورد نمیکنه. اودیپ یونانیان برخورد نمیکنه. او خودش رو بیخبر قرار نمیده، به هوش میاد و از این هوشیاری استفاده مطلق رو میکنه. هوا که زنبیل فروش فرار میکنه و ادامه نمیده، از منزل فرار میکنه تا به کنار رودخانه‌ای میرسه و میفهمه که راه در روی نیست. هوا که زنبیل فروش بار دوم رو به خدا میگوید جان من را بستان که راهی جز راهی برای فرار نداره. باز لاوک زنبیل فروش این بار هیچ چیز تقاضا نکرد برای خود، برای ادامه دادن به نفس کشیدن و لذت بردن. این بار لاوک زنبیل فروش نگفت خدا من زن و فرزندانم را به تو سپردم، چون او فهمید زن و فرزندان نیز فاسدند و در مقابل طعام ابدی با این زندگی مادی باز به توهمات وسوسه و لذات واهی پناه میبرند. این بار دیگه زن و بچه‌شون نفرستاد و مسئولیتی بر شانه او نبود. اونها قرارداد رو فسخ کرده بودند. فقط یک تقاضا ماند: جان را بستان که من تسلیم نشوم، که من توان فیزیکیم شکسته نشود و به چشمان خودم فساد خود را نبینم. نگفت مورد تجاوز واقع میشم چیکار کنم، من قهرمانم چون قربانیم، تو ببخش چون مورد تجاوز واقع شدم. گفت جان را بگیر و خدا این بار جان او را گرفت. داستان لاوک زنبیل فروش، انسان مخیر کردی، 180 درجه با داستان مسیحیت، جودو کریستیانیتی، کورش شما و آریایی بازی، زرتشتی بازی شما فرق میکنه. این گزارش جهان کردی است. این آن بلوچ است که کرد بود، این آن مازنی است که کرد است. این اون جهانی است که ما درش زیست کردیم و شما یهودیان میخواهید این جهان را نابود کنید. به همین خاطر در راستای فساد مردمان این سرزمین هزاران پروژه را با ابزار مادی که در اختیار داشتید تعقیب کردید در نابودی هویت این مردم. در داستان برادران کرامازوف از فیودور داستایوفسکی در چپتر مفتش اعظمش، وقتی مسیح در قرن 16 در شهر سویل اسپانیا ظهور پیدا میکنه که این فلسفی ترین کلام داستایوفسکی است. مردمان که منتظر آمدن منجی هستند، مردمان مورد انقیاد واقع شده، برده شده، تبدیل به بردگان شده، مثل زن لاوک زنبیل فروش
اونا به ظاهر مشتاق بودن منجی ببینن، در راه مسیح شهید شوند، نماز میگذاردن که مسیح بیاید و ناگهان مسیح ظهور کرد. مسیح به راحتی مورد شناسایی مردم واقع شد. مردم باز نیاز داشتند و به مسیح رو کردند که مسیح معجزه بکند. مثل لاوک زنبیل فروش نبودند که گفت من مسئولیتم رو به تو دادم و نگفت خودکشی میکنم خود را به زیر افکند، اجازه نخواست، چون انسان بی شکی بود. اما همین مسیحیان وقتی مسیح بر صلیب بود گفتند اگر مسیحی معجزه کن و از صلیب پایین بیا. اینها بردگانند که کلیسا که بعد دولت ملت اونها رو تحت نام انسان شهروند سیویلایزد داره کنترل میکنه. قبلا تحت نام مؤمنین به مسیح کنترل میکرد، مؤمنین به الله کنترل میکرد. دستگاه. ما اینجا کاری به دین مردم نداریم، چون هیچ کسی مسیح نشد، چون هیچ کسی محمد نشد دیگه. کوری رو به مسیح کرد در شهر سویل و گفت چشمانم را شفا بده تو را ببینم. شفا داد. هر کسی به سمت مسیح آمد چیزی از مسیح بکند تا نیازی از او رفت بشود و مرتفع بشود. تابوت دختری 7 ساله را بیرون آوردند. مادرش گفت اگر تو اویی زنده کن فرزندم را، و او گفت دخترک پاشو، و دخترک پاشد. همه معجزات مسیح را دیدند، مثل قوت ابدی که زن لاوک زنبیل فروش دید. اما ناگهان مفتش اعظم آمد. همه تعظیم کردند، همه راه را برای مفتش و سربازان مفتش باز کردند. تمام آنهایی که منتظر ظهور مسیح بودند، مسیح را می‌خواستند، نیاز داشتند و معجزات دیدند، احساس مسئولیت نکردند مثل لاوک زنبیل فروش. در اختیار مسیح را دوست نداشتند، در انقیاد دوست داشتند، چون فقط باور داشتند. پس سر تا پا شک بودند، اما لاوک زنبیل فروش شک نبود. لذا میدان را خالی کردند و تعظیم کردند با مفتش اعظم و مسیح را دستگیر کردند که گویا انگار باز هم به نوعی به مسیح بگویند اگر تو خدایی خودت را نجات بده، به ما چه؟ همین مردم نگفتن خب وقتی کور بودن به مسیح چه؟ وقتی گرسنه بودن به مسیح چه؟ نگفتن، گفتن تو اگه خدای خود نجات بده. ما نمیخوایم تو رو نجات بدیم، ما زندگیمون رو دوست داریم، ما میخوایم همینطوری باشیم، ما ضعیفیم، ما مسئولیتی نداریم، ما ناقص العقلیم، ما نسیان کاریم، ما بندگان گناهکاریم، ما خاطیانیم. لاوک زنبیل فروش نگفت خدایا من حق حیات دارم، محاصره شدم، تو میدانی محاصره شدم، این گناه از آن من نیست، من قربانیم، من مورد تجاوز واقع میشوم، به من جایزه صلح نوبل بدهید چون من قربانیم. گفت من انسان مخیرم و اختیار داشتم و با تو عهد بستم و در این راه تا آخر عهدم هستم، زن و بچم و به تو سپردم، این مسئولیت را به تو دادم تا این قرارداد را حفظ کنم. در میدان سویل هیچ کسی مسیح نشد، هیچ کسی باز مثل مسیح نشد، امت مسیح باز نشد، زیرا امت مسیح توسط دستگاه کلیسا به انقیاد در آمده بود. توسط فلسفه روم و فلسفه یونان به انقیاد در آمده بود و تبدیل به انسان صغیر شده بود، انسان بنده حوائج، انسان خاطی گناهکار، انسان دارای گناه ازلی، انسانی که فقط باور به او ایمان میدهد و ایمان از جنس عمل نیست. اما لاوک زنبیل فروش تمام ایمانش عمل بود، نمی برید،
نیها را زنبیل می کرد، زنبیل ها را به بازار می برد. چرخه کامل زندگی مادی و اقتصادی، تهیه مواد خام، تبدیل مواد خام به کالا، مبادله کالا در بازار زندگی، تمام چرخه حیات را کرد لاوک زنبیل فروش و مسئولیت گرفت در مقابل این دستگاهی که به وجود آورده بود و میخواست جاودانه بماند. اما مسیحیان باز مسیح را رها کردند. این اون انسان کردی است که شما با زرتشتیگری و شیعه‌گری تن ساختید. انسان صغیر، انسان برده، انسان بی اختیار. و این انسان کردی نیست مشیری و امثال مشیری. انسان کردی کوهاش نمیخواد تنبون و گشاد داشته باشه. این اون جهانی است که تو نمیدانی. این اون فلسفی است که تو نمیدانی. این آن توطئه‌ای است که تو نمیدانی چرا جهان کردی را نابود کردن، انسان کردی را تبدیل به قوم و اتنیک کردن، ماهیت این سرزمین آزادگان جهان را از هم پاشیدند و نابود کردند تا نظام انقیاد سلطه بیاید، برده تولید کند. اما جهان اختیار کردی نظام انقیاد را به زیر خواهد کشید. کارمندان کورپوریشن یهود ایرانی. کرد قوم نیست، کرد لباس نیست، کرد زبان نیست، غذا نیست، اینگریدینس فود نیست، شیرینی نیست. کرد جهان است، خصلت است، لایف استایل است. سرزمین کردوار سرزمین انسان مخیر است، انسان رهاست، انسان آزاد است.